تکیه در پهلوی مادرجان غنیمت بوده است. خواب در زانوی مادرجان غنیمت بوده است. دولت دیدار او بار میسر می شده است. دولت دیدار او بسیار قیمت بوده است. هر گناه آید از فرزند مادر بخشدش. از همه دریادلان مادر بهیمت بوده است. در سرشک مادران رحم جهان جا داشته است. در دعای مادران گنج سعادت بوده است. هست تا مادر صداقت می رسد بر آدمی. هست تا مادر پسر شخصی بدولت بوده است. مادر من چهره پرنور زیبا و دل بزرگ مهربان داشتند. اولین آموزگار بی‌منت من اون کس بودند و با من نه تنها سخن گفتن را می آموختند، بلکه بهترین عمل و رفتار و ادب و خصلت‌های حمیده را در ذهن و شعور من تربیت می‌کردند. من از مهر و محبت، هنر و مهارت، عقل و ذکاوت، مهنت دوستی و مصلحت و نصیحت‌های مادری با تمکینم پند می‌گرفتم. وقتی که دیه می‌رفتم، از وقتی در تحصیل کردنم یا در وقتی کار همه پیشواز می‌گرفتم و روز گسل همه از پیامه برآمدن تا دریچه بیرون حاطه. وقتی که در پایان در راه کلان رفته برگشته به قفا می‌نگریسته، فقط تنها یک کس را می‌دیدم. یک آدمی که مانند خسته بر اینشتگی خرابه از دور میتافت که پایان جر بود. همین مادر بود. بعد که گذشتن پیشوازگیر گسل کننده کم شد. بعد نوشتم مادر بگذشت یک دل آگاه نماند، یک دیده انتظار در راه نماند. وقتی که خزینه داری درگاه نماند، در خیرمن بخت ما و جز کاه نماند. من هر روز گلدسته تیار میکنم، ولی امروز برای من گلدسته تیار کنی دشوار شد، چون که این گل را برای عزیزترین شخص مادرجانم تیار کردم. گرد چنده که این گل در پیشی خوشروگی مادرم هیچ است. ایداد مبارک مادرجان. بسیار کمپیرهای که همون نومالی همون داکه سرش نمیبندن، همون چی حرکت که میگن حاضر سین سال ما تا یک درجه رفته است، گمان میکنم که مادر من است. مادر یگانه فرشته می باشد که همیشه یادش در قلب هاست. می خواهم تمام مادران مثل همین شیرینی همیشه زندگیشان شیرین و بالای سر ما همیشه باشند. در زندگی چی در کار نیست، فقط تبسم مادر، فقط چهره روشن مادر که و روشن خاندانمان است. در آن ساعت که دلگیرم کجای مادری پیرم، بیا بنمای تدبیرم که در گرداب تقدیرم. سرم خواهد نوازش های دستان تو را امروز، دلم خواهد نگاهی گرمی چشمانی تو را امروز. دلم خواهد دعایت را، دو دستت را چو دو بالی پرستوها به سوی قبله بگشاده، خدا را از فلک ها بر زمین خوانده. گسیلم کرده ای بر راه های دور، سپس از پشت من بگریسته ای در خود فرو مانده. چی میپرسی؟ تو از من بیشتر میدانی دنیا را و قسمت را، تو از من بیشتر میدانی صبح و شام دولت را. ولی من هر قدر از حکمت دنیا سبق خواندم، کتب کهنه و نو را چو بالین زیر سر ماندم. فزون از تو جهان و زندگانی را ندانستم،
کشش های زمین و آسمانی را ندانستم که در 100 سالگی هم باز همچون کودکی پرپیچ خواهم مرد. ندانستم که بعد شیری پاک تو فقط افسوس خواهم خورد، فقط افسوس خواهم خورد. مادر من با شیر پاک و با مهربانی خود در قلبم خصلت‌های نیکی انسانی را پرورش کرده مرا با شاهراه زندگی راهنمایی ساختند. محض نیکی‌های بی‌مثال مادرم برای من جگربندش سرنوشت خوب نقش گذاشتند. مهر و محبتی که مادر دارد، دنیای مادر دارد، درد و آشنایی که مادر دارد، سوز و تاب و طاقتی که مادر دارد، اون را با قلم دادن امکان ندارد. ما فقط پاره پاره میگوییم که در مجموع مهرنامه ما نسبت مادر است.